دوستی و پشتیبانی کافران که باعث کفر می گردد. سوال: مرز این گونه دوستی و پشتیبانی کافران که انسان را از دایره اسلام خارج می کند چیست؟ زیرا ما می شنویم که اگر کسی با مشرکان غذا بخورد یا با آنها بنشیند یا از روشنایی آنها بهره بگیرد یا حتی برای آنها قلم تیز کند یا رنگدان پیشنهاد کند، پس او مشرک می شود. ما بسیار وقت با یهودیان و نصارا معامله میکنیم چون در یک جا زندگی میکنیم. پس حد و حدود آن دوستی ممنوع کدام است و کدام کتاب ها این موضوع را مفصل بیان میکند؟ و آیا دوستی با کافران از شرط های کلمه لا اله الا الله است؟ جواب: الحمدلله. دوستی و پشتیبانی کافران که باعث کفر می شود چنین است: اولا دوست داشتن آنها با قلب، با دل. دوم یاری کردن آنها بر ضد مسلمانان، اما معامله عادلانه با آنها یا همنشینی با آنها با مقصد دعوت به اسلام یا رفتن به نزد آنها برای رسانیدن دعوت و فهم کردن اسلام، اینها از نمودهای کفر نیستند و انسان را از دایره اسلام بیرون نمیگرداند و توفیق تنها در دست الله سبحانه و تعالی است. و درود و سلام بر پیامبر ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اصحابش باد. توی لجنه دائمه والبحوث العلمیه والافتاء، مجلد دوم، صفحه 47.